آدم حسابیا وقت خیر، امیدوارم عالی باشید. هممون دیدیم و شنیدیم همه کاره مساوی است با هیچ کاره. بعضیا هستن هر چی میگی من بلدم. رو خرید و فروش منزل، ساخت منزل و خونه میگه من بلدم. میگه خرید و فروش لوازم خونگی میگه من بلدم. معامله کود، خرید و فروش کود من بلدم. واردات صادرات بلدم. هر وقتی هر چی گفت من بلدم ازش فرار کنید. دیدید مثلا میرید دکتر، خدای نکرده حالا یه چالشی داشته باشید، مثلا معده‌تون درد بکنه، پیش دکتر پوست و مو نمیرید. هر کسی تخصص خودشو داره. دکتر قلب تخصص خودشو داره، دکتر عمومی هم هست که مطالب عمومی میدونه ولی نمیتونه به طور تخصصی برای درمان اقدام کنه. کسب و کارم همینه، زندگی هم همینه. ما باید تخصص به دست بیاریم در رابطه با شغلی که دوست داریم، علاقه داریم. مولانا خیلی قشنگ همه جا با ما هست.